به نام خدا و سلام. خیلی وقتها که دلتنگیم و دشواری‌های زندگی ساعتهای تلخی رو برای ما رقم میزنه، اون موقع هاست که ساعتها با خودمون درباره راههایی برای برون رفت از این وضعیت صحبت میکنیم و فکر میکنیم. درست یا غلط به نتایجی هم میرسیم، فارغ از اینکه آیا چنین نتیجه‌ای واقعاً به گشایشی هم ختم میشه یا نه. و چه بسا اگر نتیجه‌ای حاصل نشد، خیلی زود خود همین راه حل غلط هم دشواری‌ها و موانع دیگه‌ای رو سر راه ما قرار میده و کار از اون چیزی که بود پیچیده‌تر و اوضاع از همیشه بغرنج‌تر میشه. چه کار باید کرد و به حرف چه کسی باید اعتماد کرد؟ یعنی آیا کسی برای این دشواری‌های ما نسخه‌ای نپیچیده؟ داستان امروز ما حکایت پیرمردیه که طوفان مصیبت‌ها کشتی زندگی او رو بدجوری به گرداب حوادث سپرده بود، اما نسخه‌ای از ناخدا خیلی زود او رو به ساحل امن و پرترابط رسوند. نسخه‌ای که برای همه ما، اون هم در این زمانه پرتلاطم و لبریز از درد، میتونه راهگشا باشه. با هم حکایت این پیرمرد رو میشنویم. به فاطیماکست خوش اومدید. کلید حل مشکلات. قطب راوندی که از علمای بزرگ و بسیار با تقوای ما در بین سالهای 500 تا 600 هجری قمری بود، توی کتاب الدعوات خودش از ابن عباس حکایت این شخص رو نقل کرده. ماجرا از این قرار بود که روزی از روزها شخصی به نام عوف ابن مالک اشجعی به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله اومد و خدمت حضرت عرض کرد که ای رسول خدا، پسرم را دشمن به اسارت گرفته و درد این رنج من را به شدت غمگین کرده، تا جایی که صبرم تمام شده و نمیدانم چه کنم. شما چه میفرمایید؟ ظاهرا قضیه اینطور بوده که مشرکین پسر این شخص رو که اسمش سالم بود اسیر کرده بودند و او هم در همون اسارت تونسته بود مخفیانه نامه‌ای به پدرش بنویسه و اظهار کرده بود که مشرکین اغلب اوقات او رو گرسنه در بند نگه می‌دارند و از پدرش هم خواسته بود که اوضاعش رو به پیامبر اطلاع بده و خلاصه این که این مسئله برای پیرمرد گران آمده بود و طاقتش تاق شده بود. از طرف دیگه این پیرمرد که دیگه فرتوت هم شده بود و قدرت بر کار نداشت، بدون پسرش گذران زندگی براش میسر نبود و بدون او حتی تهیه نیازهای اولیه زندگی هم براش سخت و دشوار شده بود. هم ناراحت پسرش بود و هم گرفتار امور روزانه خودش. پیامبر در جواب این پیرمرد که ازشون درخواست راهکاری کرده بود به او فرمودند به تو امر میکنم که تقوای الهی پیشه کنی و در هر حالی زیاد لا حول ولا قوة الا بالله بگویی. داخل پرانتز گفتن این مطلب خالی از لطف نیست که معنای این ذکر هم زیباست و واقعا تصور همین قضیه خودش آرامش بخشه. معنای ذکر اینه که اصلا هیچ تغییر و تبدلی و هیچ نیرو و قدرت و توانگری نیست الا این که به دست خداست. اگر اون نخواد نه تغییری رخ میده و نه توانی به دست میاد. آدم‌ها اگر از تغییر یا نسبت به از دست دادن چیزی، اگر از فقر و گرفتاری‌های زندگی میترسند و یا اگر به دنبال توانگری و نیرو، قدرت و عافیت و سلامتی هستند، باید بدونن که همه این امور به دست خداست و این خداست که میتونه هر حول و قوتی رو رقم بزنه. برگردیم به حکایت خودمون. بعد از پاسخ پیامبر این پیرمرد برگشت در حالی که در هر حالی میگفت لا حول ولا قوة الا بالله. احتمالاً نشسته و خوابیده، هین راه رفتن و غیره به یاد این ذکر بود و به یاد این فرموده پیامبر که تقوای الهی رو رعایت کن. پیوسته در همین حال بود و این ذکر رو رها نکرده بود که ناگهان در روزی از روزها با کمال تعجب دید که پسرش سالم و سرحال اومد، در حالی که همراهش 100 شتر بود.
علتش رو که از پسرش جویا شد، فهمید که قضیه از این قرار بوده که گویا پسرش فرصتی به دست آورده و گریخته و دیده بود که مشرکان از این شترها غافل شده بودند و او هم از این فرصت نهایت استفاده رو کرده بود و اونها رو با چابکی و زیرکی خاصی سوق داده بود و همراه خودش آورده بود. یعنی هم جونش رو نجات داده بود و هم تونسته بود از دشمنان و مشرکان غنیمت خوبی رو عاید خودش کنه. حالا دیگه پیرمرد هم پسر داشت و هم ثروتمند و مالدار شده بود. عوف ابن مالک اشجعی که حتما از دیدن این اتفاقها خوشنود و شگفت زده شده بود، نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله اومد و این قضیه رو برای حضرت بیان کرد. اون وقت بود که این آیه نازل شد که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یعنی هر کس تقوای خدا را پیشه کند، خداوند برای او راهی و گشایشی برای برون رفت از آن مشکل و گرفتاری قرار خواهد داد و او را از جایی که گمان ندارد رزق و روزی عنایت خواهد کرد. قشنگ بود اگر به جای دست و پا زدن شبانه روزی ساعتی از روز رو با توجه به کسی سپری می کردیم که یاد او و تقوای او کلید گشایش همه درهای بسته است. fatimacast.com. از طریق این سایت توی شبکه‌های اجتماعی عضو بشین تا هیچ قصه‌ای رو از دست ندین. تا چهارشنبه دیگه و یه قصه دیگه، خدا نگهدار.